خب گوش بدید، مثل حالت قبل ما سعی میکنیم اینجا مشمون رو تولید کنیم و بریم توی فلوئنت تحلیلمون انجام بدیم و بازم مثل حالت قبل از نرم افزار فعلا دیزاین مدلر استفاده میکنیم که حالا پس ما تو دیزاین مدلر 3 تا مستطیل میزنیم دیگه. یه مستطیل اول تا باز کنه، این مستطیل حالا با اون ابعاد اینجا گفتیم 2h باشه، یعنی اینجا 30 باشه، اینجا میشه 15، اینجا 15. یه نکته‌ای که وجود داره خود این مقالم روش بحث کرده، طول در حقیقت کاناله. ببین ما چون اینجا میایم شرط مرزی فشار یا پرشر آتلت تعریف میکنیم، اگر این به اندازه کافی پایین دست اینجا نباشه، طبق توضیحاتی که حالا یه بار تو کلاس گفتم، خب این فشار میتونه روی در حقیقت اندازه این گردابه ها تاثیر بذاره. این فایلی که براتون فرستادم خودش یکی از کارهایی که انجام داده، اومده گفته آقا من مثلا یه بار الم رو میگیرم مثلا 30H، یه بار میگیرم مثلا 40H. متوجه شدی؟ یعنی میاد تاثیر در حقیقت این باندری کاندیشن هم رو این در نظر میگیره که آیا این شرط مرزی انقدر پایین باشه که جریان از یه حدی به پایین کاملا توسعه یافته بشه و روی این اندازه گردابه ها تاثیر نداشته باشه. اینم شما میتونید در حقیقت بررسی کنید. حالا ما سعی میکنیم با همون فعلا سی تا در حقیقت 15 تا، حالا 30 تا تقریبا میشه 6 متر دیگه. حالا من 20 تا گرفتم بینشون. خب 6 متر یا 600 سانتی متر. خب پس مثل حالت قبل، مثل پروژه‌ای که حالا قبلا داشتیم، میایم یه مستطیل ما یه اسکچ درست میکنیم. اول واحد سعی کنید اول همون اولش میلیمتر بذارید، حالا یا سانتی متر فرق نمیکنه. خب بعد میایم برای خب یه مستطیل خب اندازش قرار شد اینجا چقدر شد؟ اینجا 30 شد دیگه. چون اول میگم که همون اول شما میلیمتر بذارید این مشکل پیش نمیاد. طوری نیست. اینجا چقدر؟ اینجا 15. خب این پس یه دونه گفتیم اینا میاریم به صورت صفحه 2 بعدی مثل حالت قبلی که بهتون گفتم، سرفیس فرام اسکچ. اینا فقط اد فروزن سعی کنید بذارید که به اون قبلی ها اضافه نکنه یا بعدی ها اینجوری بتونه. به یه صفحه پس اینجا درست میکنید، دوباره میاد یه صفحه دیگه. خب همون مستطیل دقیقاً سعی کنید همون روی اون نقطه اندازه بهش میدیم. اینجا چقدر بود؟ 15. خب نه میلیمتر دیگه بدم اندازش. من طولش رو نگاه کنم میفهمم درست شد. نه درست شد. حالا مثلا بذارم 4000 که زیاد میشم خرج نکنه. خب میایم اینم پس یه صفحه تبدیلش میکنیم. و یه دونه هم اون بالا ایجاد میکنیم.
هم با این دیگه خودش یکی میشه دیگه. خب اونو جنریت نزده. آره اونو باید جنریت میکردیم با این یکی شد. حالا تو اون دوتا با هم یکی شد دیگه. چی؟ 1 2 3. اوکی. خب حالا البته میتونستید یه دونه دیگه هم درست کنید دیگه مثل اون دیگه، مهم نیست. خب ببینید الان شما اگر بیاید روی لبه، خب اینجا ببینید 2 تا لبه دارید، میبینید این تو مش براتون مشکل ایجاد میشه، یا اینجا بزنید 2 تا لبه دارید. به خاطر همین میاد تو تولز کانکت، اینجا میاد کلیک میکنید، کنترل رو میگیرید اینجا، این پایینی هم انتخاب میکنید. خب آره این الان صفحت هم کم میشه. اینجا هم باز به همین صورت این دوتا رو انتخاب میکنید، فرق نمیکنه، میاد اینجا تو کانکت اینم میزنید و به این صورت. یعنی شما الان دیگه بیای روی یه صفحه میشه ولی خطای کمکی داره دیگه. آره دیگه کاری شما با دیزاین مدلر ندارید، میای سراغ مش. خب این هندسه‌ای که می‌خواستید به این صورت اومد اینجا. شما مشی که میزنید، چون میخواید مش با سازمان بزنید، جلسه قبلا گفتم متدش را این را در حقیقت به صورت چی انتخاب میکردیم؟ مالتی زون. درست شد؟ و حالا میایم لبه ها رو کنترل میکنیم. یعنی شما اینجا یه سایزینگ ببینید، شما گفتم یه کاری باید بکنید که اینجا در حقیقت کنترل بشه. یعنی شما الان این لبه را خب کانت بهش میدین دیگه، تعداد یا دیویژن. اینجا مثلا 30 تا بود، ما هم همون 40 تا مثلا نود اینجا ایجاد میکنیم. چون میخوایم ببینید، چون میخوایم تراکم به این سمت باشه، شما تو اینجا میاید این در حقیقت ریشیو بهش میدید و یک مقداری برای اون در نظر میگیرید، مثلا 1 و مثلا 2 صدم. الان ببینید تراکم این به این سمته. خب چون بالا میخواید دقیقاً این باشه، شما میتونید روی این کنترل رو بگیرید، بالا رو هم دقیقاً انتخاب کنید، اپلای کنید. الان بالا این سمته ولی این پایینی این سمته. میاد اینجا این پایین انتخاب میکنید که میگید اینو معکوسش کنید، یعنی دو طرف در حقیقت ریشیو به این سمته. حالا میتونید بعداً با چیز اینا تنظیمش کنید که مشاتون باید کنار همدیگه باید در حقیقت یکسان باشن. به همین صورت حالا دوباره میاد در حقیقت یه سایزینگ دیگه‌ای برای اینجا تعریف میکنید، اینجا و اینجا. خب اینجا هم تعداد در نظر میگیرید، نامبر آف دیویژن. اینجا مثلا حالا میگم که اینا رو فعلا یه عددی میذاریم، بعد اینا رو بالا پایین میکنیم که تنظیمات درست بشه. اینجا ببینید چون هم به سمت دیوار، چون بحث مش لای مرزی میخوایم اتفاق بیفته و به سمت پایین، ما میایم از حالت دو طرف استفاده میکنیم که این سومی میشه. خب یه مقدارم بهش میدیم، اسمش رو انتخاب میکنید و اینجا مثلا 1.05 رو بهش میدید. حالا اینا رو میتونیم میگم که کنترل کنیم. ببینید این و این چون اینا مستقیم میخواد تا انتها بره، شما برای اینکه دیگه یه کنترل رو اینجا میگیرید، اینجا رو و هنوزم زیاد 4000 رو اینم 3000 رو میگفتیم. خب اینجا و اینجا رو در حقیقت به این صورت انتخاب میکنیم. یه ذره زیاده، بذار برم تو این، حالا مهم هم نیست، بذارش. خب نشه یه ذره زیاد میشه. ببین اگه خواستید اندازه رو تغییر بدید، شما دفعه این مثلا ما احساس میکنی که اینجا در حقیقت اندازه زیاده. ببین 4000 کجا رفت؟ اینجا
این 4000 رو مثلا همون 2000ش کنید، نصف کنید، یکی این یکی هم این. خب یه جنریت دیگه بزنید، همه چی اوکی میشه. دوباره برید دابل کلیک کنید روی این. اگر مش هم زده باشید، مش تنظیماتش به هم نمیخوره. خب اینجا پس الان 2 تا سطح دیگه مونده، ما باید مشش بزنیم. دقت کنید این 2 تا، این 3 تا اول، اینو کنترل رو میگیرید، این و اینا رو هم انتخاب میکنید، میگید آقا من اینجا چقدر بزنم، مثلا الان 2000 گذاشتم، مثلا 250 تا. اینا رو میگم که یه عدد اولیه بهش میدید، بعد بهتون میگم چجوری باید اینا رو کنترل کنید. چی؟ مش میزد. نه اگر اونا رو کانکت نمی کردیم مش استراکچر نمیزد دیگه، با سازمان نمیزد. خب اینم باز به همین صورت. اینم یه مقدار 1 و در حقیقت 0 مثلا 3 بهش میدیم. ببینید الان نگاه کنید، اون بالاییه و پایینیه چیز وسطی اونوری رفته. خب برای اینکه جهت اینا برعکس کنی، این وسطی رو تو قسمت سلکشن چیز انتخاب میکنی، همه بیان به این سمت. ببینید من همین جوری زدم. اول میایید شما یک مش رو میزنید، نکته‌ای که الان هست بهتون میگم که باید چجوری جهت پایین گفتم دیگه. الان ببین اینجا نگاه کنید، تو این قسمت ریورس بیس اون انتخاب میکنی، اون هر چیزی که میخوای رو برعکسش میکنه دیگه. درست شد؟ الان ببینید مشی که زده، نگاه کنید، من میام اینجا زوم میکنم، نگاه کن الان مشه توی اون جاهایی که به هم میرسن باید اندازه‌شون یکی باشه. الان ببین اینجا ریستر از این وره، یا باید اینو یه ذره درشت کنی یا اون ورا اینو یه ذره ریستر کنی. مثلا من میتونم بذار ببینم انتهاش چجوریه. اگر انتهاش دیدم اونجا خوبه میتونم ریشیو بهش بدم، اگر دیدم خوب نیست خیلی در حقیقت یه نکته دیگه این فهمیدم چیکار کرده. ببینید ریشیو تراکم دیگه، یعنی شما ببینید این مشی که تا حالا تو نرم افزار می‌زدی یکسانه، شما انتها که میره جریان توسعه یافته میشه، اینجا میگی برام اونقدر مهم نیست چون جریان توسعه یافته شده. اینجا که داره جدایش اتفاق میفته برام مهمه، میگی خب اینجا رو یه ذره به این سمت تراکم بهش بده، یعنی میگیم ریشیو بهش بده. آره اینا فاصله شون دور میشه، اینور نزدیک میشه. نه این الان دارم بهت میگم این دیفالت نرم افزار خودش میاد این کارو میکنه. اینجا باید شما وقتی که بهش میدی بیا اینا هاردش کنی. الان بهتون میگم اینم یه داستانی داره چون اینجا ببین اینو باید اول نو کنی کربچه رو. خب این سافت تا هاردش کنی، یعنی بگی آقا من به اجبار میخوام این اتفاق بیفته. یعنی الان وقتی یه بار دیگه من مش بزنم درست میشه. الان نگاه کنی خیلی، الان ببین اینجا تا اینجا یعنی خیلی تعدادش چیزش اصطلاحا بهش میگن اسپکت ریشیوش خیلی زیاده، یعنی نسبت طول به عرض مستطیل خیلی زیاده. اینقدر نباید باشه. به خاطر همین یعنی اینجا مش من تعدادش کم بوده، به جای اینکه بیام ریشیوش رو زیاد کنم اینو میذارم 400، تعدادش رو میذارم 400، ریشیوش رو کم میکنم، ریشیوش رو میذارم 1.1 یا 1.15. خب یه بار دیگه مش میزنم. الان میرم اون ورم نگاه میکنم ببینم اوکی شد یا نه. نگاه کنید الان اینجا الان تقریبا اوکیه، یعنی یه 500 کجا رفت اینو اگر 400 رو بکنم 450 یه ذره متراکم تر میشه، نزدیکتر میشه، تقریبا الان اوکی میشه دیگه.
آها یه چیزی هم که بوده اینجا هم دقیقاً همون مشکل رو داشته، دو طرف چون ریز کرده اینجوری بوده. شما میاد اینجا نه اینجا، اینم باید هاردش کنیم، یعنی اول میاد این کرورچرش رو نو میکنید و بعد این سافت تا هاردش میکنید، یعنی میگه به اجبار باید این ریشیو رو بهش بدید. یه بار دیگه مش میزنیم. نه ببین این میاد به تو توجه نمیکنه، خودش اون چیزی که نرم افزار تشخیص میده انجام میده. شما هاردش کنی میگه آقا الا بالله اینی که من بهت گفتم انجام بده. ببین الان نگاه کن، این ور بزرگتره این ور، الان باعث شد که اینجا دیگه فاصله زیاد بشه. به خاطر همین شما اینجا ریشیوش یه مقدار اول زیاد کنید، اگر اوکی بود که بود، نبود اینم 50 تاش کنید. آها حالا باید اینو میگم که تنظیمات باید طوری باشه که اونجایی که مشا به هم میرسن پیوسته باشن، در حقیقت پرش تو مش نداشته باشیم. یه دفعه یه مش ریز الان بذار ببینم چجوریه. خب صبر کن اینو یه ذره کمترش کنیم، اینو 1/10 کنیم. تقریبا خوبه. خب چشمیه دیگه، دقیقه نیست، اینو باید صحیح خطا. این الان من 420ش میکنم دیگه به این سو. نه کمش کردم، باید زیادتر میکردم. آره حواسم نبود، باید زیادتر میکردم. خب الان بزرگتر شد، یا اونو باید زیاد کنی یا ریشیو داره، اینا رو 15ش میکنن. بالاخره یه جوری باید اینا به هم دیگه برسن. آره صحیح خطاییه، یعنی تجربی باید یه کاری کنه. الان یه ذره بیشتر شد، مهم نیست حالا یه ذره این قدیش. نه ببین با هر روشی که دوست داری بری به این نتیجه برسی مشکل نداره، اینجوری یه راه واحدی نیست. شما اگر کاتش کن برای اون موقع باز دوباره دو تا صفحه میشه، ممکنه 2 تا چیز داشته باشه. آخر سفر به همین خطی که برسم که وسطش آره یه خط باید باشه، 2 تا خط نباید باشه. ببین الان تقریبا اوکی شد دیگه، نگاه کنید تقریبا اندازه‌هاش یکی شد، مش کاملا استراکچره. ببینید بالا به سمت دیوار تقریبا تراکم داره، پایین تراکم داره، اونجایی که جدایش اتفاق میفته به همین صورت و تراکم وسطش بیشتر از لباس. آره دیگه اینجا رو گذاشتیم به خاطر همون گردابه دیگه، مشکل نداره، اتفاقی نمیفته. اینا هم میشه بدی نیست، میشه خوبیه. خب یعنی جوابگویی کار شما هست، ولی اگر علاقه داشتید میتونید بحث اون استقلال شبکه هم روی این بررسی کنید دیگه. مثلا شما اینجا رو دادید 50 دفعه، بعد بدید مثلا 60 70، این وسط رو مثلا یه عددی الان دادید چقدره، دادید 40 دفعه بعد بدید 50. متوجه با این میتونید حالا یکی دو بار مش رو ریستر کنید ببینید رو نتایجتون تاثیر داره یا نداره، ولی این مش تقریبا اوکی، یعنی به ما جواب میده. پس بعد اینکه مش را اوکی کردیم باید بیایم سراغ در حقیقت تعریف شرایط مرزی که قبلا بهتون گفته بودم. یعنی شما الان ورودیمون همون لبه رو انتخاب میکنید، اینجا در حقیقت این قسمت این مرزا به عنوان گفتم اینلت در نظر میگیرید دیگه. باید اون تعریف اینلت، خب فقط یه اینلت داریم یه آوتلت، بقیه‌اش اسمم نذاشتید چون مهم نیست، واله دیگه. خب ریپورت خاصی هم نمیخواید ازش بگیرید. این قسمت هم کجا رفت؟ این قسمت این کنترل رو میگیرید، این ورش هم میگیرید 2 تا و اینجا میشه آوتلت. خب پس شما بقیه هم که تعریف نکنید خود به خود دیوار در نظر میگیرید دیگه. اوکی خب تموم شد دیگه، مشتون هم تموم شد. اکسپورت مش فلوئنت اکسپورت توی اینجا 2D خب این هم تموم شد. ببینید کل پروژه کلا چقدر طول کشید. الان رانش هم اگر برسیم تا جایی که بریم. خب گفتم طبق همون توضیحاتی که دادم 2D باشه، دابل باشه، تعداد هسته من 12 تا دارم، مثلا 10 تاشو میذارم برای این و
فولان میاد بالا. خب مش را میریم از اون مسیری که ما سیف کردیم خب ببینید طبق باز توضیحات قبلی توی قسمت جنرال همین پرشر بیس باشه، استدی باشه، تودی باشه، اینا رو باش کاری نداریم. تو قسمت مدل نگاه کنید ویسکوزمون، حالا اینو من گفتم جلسه پیش داشتیم در مورد توربولانس صحبت می‌کردیم، گفتم تنظیمات مدل‌های آشفتگی رو تو اینجا انجام میدیم ما، چون اینا مربوط به مدل آشفتگی که بعداً بهتون میدیم. فعلا ما جریانمون چیه؟ لامیناره، پس ما لامینار رو انتخاب می‌کنیم. خب دیگه انرژی اینا هم که نداریم، کاری باهاش نداریم. تو مدل تو قسمت متریال دقت کنید، توی قسمت فلوید مثلا من میخوام سیالم آب باشه، طبق آب استفاده حساب کردم، پس میام اینجا دابل کلیک میکنم توی قسمت فلوئنت دیتابیس. خب میام اینجا واتر لیکوید رو در حقیقت انتخاب میکنم و کپی و چینج باید میزدم دیگه خوب اینجا. نه باید اینجا تعریف کنی براش، تعریف نکنی نمیده. خب چون یه بار تعریف کردیم، ببین اینجا الان میاد واتر دیگه، ببین اینا واتریه که تعریف کردیم. میتونی مثلا حالا دقیقاً این عددا رو با این ست کردیم، میتونی شکالش 1000 بذاری، لزجتش هم همون 1000 بذاری. خب نکته‌ای که داره همین، نگاه کنید ببین اینجا فلوید رو انتخاب کردید، یعنی هوا و واتر وجود داره. اگر تو این قسمت دقت کنید، تو قسمت سلزون کاندیشن اینجا اگر نرید سیالتون را در حقیقت دابل کلیک هم کنید میاد. خب اینجا باید ببین هم هوا هست هم آب، اینجا باید آب رو انتخاب کنید. اگر آب رو انتخاب نکنید دیفالتش یا پیش‌فرضش همون هوا هست، دقت کنید. پس تو این قسمت حتما باید تو قسمت فلوید هوا انتخاب کنید. تو قسمت شرایط مرزی اونایی که اونجا تعریف کردیم، اینلتمون را در حقیقت برای اینکه خیالتون راحت باشه میتونید اینو انتخاب کنید که جهت در جهت x بهش بدید. ما 201 را انتخاب کردیم در جهت x، پس این رو بهش میدیم. بقیه‌اش کار چی؟ سرعتی بود که حساب کردیم دیگه، از روی رینولدز گفتم سرعت باید حساب کنیم. آره خب یک دونه اینه، یه دونه هم که شرط مرزی در حقیقت آوتلت همون دیفالتش همون هر چی هست، چون فشارمون در حقیقت همون فشار گیجمون صفره، یعنی فشار اصلیمون همون 1 اتمسفره که تو این اپراتینگ کاندیشن بهش تعریف کردیم اینه، پس اونجا نسبت به این حساب میشه دیگه. با باندری کاندیشن هم کاری نداریم. میان سراغ چی؟ یه اینیشیاله که قبلا بهتون گفتم، همون هیبرید ما در نظر میگیریم که برامون هیبرید انجام بده. و دیگه چی بهتون بگم؟ تو قسمت متد نه تو در حقیقت تو قسمت رزیجوال همون باقی مانده ها بود. گفتم ما فعلا این تیکا رو برمی‌داریم که با این در حقیقت معیار همگرایی نباشه. الان معیار همگرایی رو بهتون میگم باید چیکار کنیم. خب فعلا من میذارم در حقیقت یه چند تا حل بره جلو تا مثلا 200 تا، بعد بهتون در مورد معیار همگرایی صحبت میکنم که چیکار باید انجام بدیم. حالا تا این بره جلو من حضور غیاب کنم، بعد اون نکات رو بهتون میگم که باید معیار همگراییتون چی باشه. ببینید تو کنترل این همون در حقیقت زیر تخفیفه نیم. ببین آندر ریلکسیشنی که اینجا هست، دنسیتی
مثلا برای پرشر، برای مومنتوم این رو مثلا ما 14 میذاریم، این رو مثلا 13 میذاریم. خب این بذار بره تا من تجربه دیگه. آره دیروز توضیح دادم بهتون دیگه. خب آقای ابراهیمی، آقای احمدپور، احمد اسماعیلی، بزازی، بهنام، بیاتی، تاجفر، جهدی. ببینید خواستید ببینید جریان به چه صورتیه. میاد توی قسمت گرافیک یه نیو میزنید یا دابل کلیک میکنید روش، فرق نمیکنه. میاد تو کانتور، خب برای سرعت میگید آقا من میخوام ببینم کانتور سرعتم به چه صورتیه. خب ببینید اینو من اجازه بدید تا من درستش کنم. چجوری اینجا بزنم؟ خب نه الان اینو بذار اجازه بدید بیاید برای اینکه توی این نه اجازه بدید میام توی این رنگش رو درست کنیم که از قرمز به آبی باشه. مانیتور کوچیک هم دردسره. نمیاره پایین چرا؟ این رنگ‌های مختلف میتونید بهش بدید که حالا نه خب قرمز به آبی گردابم میبینی عزیزم. اینا صبر کن. آره آبی یعنی سرعت کمه. آره یه لحظه صبر کن اجازه بده. ای بابا خب چرا نمیدونم انسیز کوچیک شده است مثلا خیلی سرش. خب حالا ولش کنید. ببینید گوش بدید اینجا الان سرعت کم. حالا شما میخواید گردابه ببینید میاد کجا؟ میاد تو گرافیک توی وکتور. نگاه کنید وکتور شما به شما بردار سرعت میده. اینا که دیسپلی کنید خب الان هنوز چون همگرا نشده، یعنی یه ذره بذار من بزرگش کنم. خب اسکیلش رو مثلا 3 بذارم. اینجوری ببینید از اینجا جریان اومده، میبینید برگشته به سمت بالا اینجا ببینید و یه گردابه به این صورتی اتفاق افتاد. حالا اینا من همگرا نشده، این هنوز باید بره تا همگرا بشه. اون معیار همگرا اینا رو بهتون میگم الان به چه صورتی. بالا هنوز نشده. ببین بالا هنوز صافه. ببینید چون رینولد 300 نه این رینولد 600 دیدید که داره دیگه. این چرا دیگه باید 300 وقتی که همگرا شد سرعت را برای اینکه 2 برابرشه سرعت 201 رو میکنه 202. چون سرعت 2 برابر بشه رینولدتون هم 2 برابر میشه دیگه. اون موقع گردابه بالا رو باید ببینید شما. خب حالا چند تا نکته داره که حالا بذارید جلسه بعد بهتون بگم. یکی معیار همگراییه، یکی در حقیقت همون کانتور کشیدنه و یکی هم این که طول گردابه رو چجوری شما بتونید در بیارید. اینا رو ان شاءالله جلسه بعد بهتون میگم. سرعت دادیم دیگه، ما از روی رینولد سرعت رو حساب کردیم بهش دادیم. آره تا اینجا اوکی. بعد بقیه‌اش من جلسه بعد